بازی‌های جام جهانی فوتزال برای دسته منتخب مراکش به انجام رسید و آنها از دسته منتخب برزیل با حساب 3-1 شکست خوردند. اما من در شهر توشکند با گروهی از مخلصان دسته مغرب واخوردم که آنجا دختران هم بودند. یکی از آنها رابعه القرباوی است که میان رسانه‌های اجتماعی شهرت بی اندازه دارد. دوستان گرامی، در بازی بین دسته منتخب مغرب و پاناما مغرب با حساب 6-3 غلبه کرد و در اینجا ما می‌بینیم که دختران بانوان مغرب خیلی زیاد هستند و حالا فکر می‌کنم که اینجا یک نفری که معروف و مشهور است در نزد ما نشسته و با او هم صحبت بشویم. السلام علیکم، اهلا بكم، مبروک الفوز مغرب على. متشکریم از شما برای تبریکاتتان. ما خیلی فرحمند هستیم که دسته منتخب مغرب امروز در این بازی با حساب 6-3 غلبه کرد و این معنی آن دارد که دسته منتخب ما حتما چمپیون جهان می شود و ما به اینجا آمدیم که برای عنوان چمپیونی و جام را گرفتن. شما بازی دسته منتخب تاجیکستان را با مغرب تماشا کردید. چه عقیده دارید؟ بازی‌های ما چطور بازی کردند در نظر شما؟ بله، دسته منتخب تاجیکستان مثل دسته منتخب مراکش خیلی عالی بازی می‌کند. فوتبال بازی‌هاتون ملکه خیلی زیادی بازی دارند. امید است که آنها هم به دور بازی‌های این بعد می‌برویند. شما یکی از بلاگران شناخته هستید. صفحه‌تان در اینستاگرام خیلی فعال است و شما آیا فوتبال رو اینقدر دوست می‌دارید؟ بله، من فوتبال رو دوست می‌دارم. آنهایی که مثلا امروز مرا می‌خوانند و می‌شنوند از فوتبال حرف می‌زنند. برای ما همه شرایط مهیا کرده شده است که به بازی‌های فوتبال رویم، فوتبال رو تماشا کنیم، آن رو تشویق و ترغیب نماییم. این البته یکی از لحظه‌هایی هست که من برای فوتبال میکنم و فوتبال برای من همیشه شاد و مسرور هستم و امید دارم که ما به مقصد خواهیم رسید. فوتبال رو دوست می‌داریم. این حیات است، حیات ما هست که روان است. Tacikistan!